There's things I wanna say. متاسفانه این بچه دیگه از دست رفته و با یه آب نبات که توی راه هوایش گیر کرده خفه شده. برای همینه که میگم مانورهای هوایی رو همه باید بلد باشن که بدونی اگر جلوت یه جسم خارجی توی گلوش گیر کرد چیکار کنی. همین الان آموزش سادهشو من میگم گوش بده، شاید یه روز بتونی جون یکی رو نجات بدی. این مانوری که میخوام بهتون توضیح بدم برای خارج کردن جسم خارجی از افراد بالای 1 ساله که بهش میگم مانور هاینریخ. اول باید پشت اون کسی که داره خفه میشه بیستین و دستاتون رو اینطوری توی همدیگه قفل کنین و دستتون رو بذارین بالای ناف و زیر قفسه سینه اون و بعدش با یه حرکت سریع دستتون رو به طرف داخل و بالا فشار بدین، جوری که انگار میخواین هوایی که داخل قفسه سینه‌ش رو به طرف بیرون هل بدین. اینطوری هوا با فشار از گلو خارج میشه و اگر چیزی توی راه هوایی باشه از طریق دهن خارج میشه. این کار رو باید به طور مداوم انجام بدین که جواب بده. اگر جواب نداد باید اونقدر این کار رو تکرار کنین که جسم خارج بشه و فقط زمانی میتونین متوقف بشین که نیروهای اورژانس برسن یا طرف هوشیاریشو از دست بده که اون موقع باید CPR رو شروع کنه.